وحدت تکستایل کارخانه جوراب بافی در شهر کولاب یک سال پیش باز شده است. تا باز شدن آن کولاب یگان کارخانه کلان صنعتی نداشت. حالا هر وقتی که مهمانان خارجی به کولاب می آیند مقامات آنها را به همین کارخانه می برد. در این یک سال هیئت‌ها از ازبکستان و ایران و ترکیه و کره مهمانی کارخانه شدند. در نشست‌ها نیز هر وقت سخن از صنعت می رود اولین شدن نام این کارخانه را می گیرند. خیلی که گفتیم در کارخانه من وحدت تکستایل ما امکانات واقعی داریم که باز زیاده 600 نفر دیگر را با کار تامین کنیم. سالمندان کولاب میگویند با فروپاشی شوروی کارخانه‌های کلان صنعتی این شهر خصوصی شدند و از بین رفتند. قرار بود همان وقت کارخانه اکومولاتور ساخته شود، اما با سبب بهانه‌های زیست محیطی این نقشه عملی نشد. حالا رهبر کولاب میگوید که تلاش دارد صف کارخانه‌های صنعتی زیاد شود، ولی این وعده‌ها تا کنون عملی نشدند. طبق نقشه مذکور در سال 2022 بنیاد 9 کارخانه و کارگاه‌ها پیش بینی شده است که در نیم سال‌های اول سال روان 2 کارخانه و 4 کارگاه به استفاده داده شد الکی. 10 سال پیش در کولاب منطقه صنعتی تشکیل شد. اول این منطقه در درون شهر و در محله شمس‌الدین شاهین معروف به 10 میکرورایون بود. زمین‌های این منطقه را اکثر منصبداران اشغال نموده به جای کارخانه خانه بنیاد کردند. بعد چند سال این منطقه به نزد فرودگاه کولاب کوچید. اما تا کنون در اینجا یگان کارخانه فعال نیست. خبرنگاران هم دائم در این باره سوال میکنند، ولی پاسخ مقامات روشن نیست. وضع منطقه صنعتی کولاب در چه حال است؟ به جای ما اطلاع داریم در همون جای کارخانه اشباکیلوف فعالیت میکنه، متاسفانه با کدام سبب‌ها فعالیت نمیکنه. در چنین پس منظر کارخانه جوراب به یگانه نمونه افتخار تبدیل یافته است. خود کارمندان حکومت محلی هم در صحبت‌های خصوصی اعتراف می‌کنند که دیگر یگان کارخانه ندارند که به مهمانان خارجی نشان دهند، ولی رسما از شمار زیادی کارخانه‌ها حسابات داده می‌شود. در شهر دیوت کولاب عین مدت 16 تا کارخانه عضو فعالیت دارند. از همین باز از حجم عمومی 9 کارخانه سمت فعالیتشون کم کردگی‌اند و یک کارخانه عموما فعالیت نکرده است. در مراسم باز شدن وحدت تکستایل اعلان شده بود که اینجا تا 500 جای کاری ساخته می شود. حالا در این کارخانه 100 نفر کار می کند. شهر کولاب در جنوب تاجیکستان بعدی دوشنبه و خوجند سیومین شهر کلان به حساب می رود. اهالیش سال تا سال می افزاید و حالا به حدود 250,000 نفر برابر شده است. کارخانه های بزرگ صنعتی ندارد و اکثر ساکنان به کشاورزی و تجارت مشغولند.